یه روزی مقام عظمای ولایت اومد جلوی دوربین و گفت این را بدانید که 2 به علاوه 2 میشه 5. آقا تا این رو گفت فرداش 780 نفر از ریاضیدانهای برجسته نظام و 51 نفر از اقتصاددانهای ولایی در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که عجب نکته‌ای گفت عظما. اتفاقا اونها هم مدت هاست به همین نتیجه رسیدن که عدد 4 اصلاً توی ریاضیات وجود نداره و توطئه بیگانگانه. بعد هم 200 نفر از نماینده های مجلس طرح حذف عدد 4 از محاسبات رو درخواست میکنن و وزرای کابینه هم با شعار مرگ بر عدد 4 مرگ بر عدد 4 با آرمان های بنیانگذار عدد 5 تجدید عهد میکنن. در خطبه های نماز جمعه هم از خیانت هایی که عدد 4 در تاریخ ریاضی انجام داده پرده برمیدارن و آتش به اختیارها هم هرچی 4 راه و 4 خونه و 4 چوب هست رو به آتش میکشن. یه وقت فکر نکنید این یه داستان فرضی بوده. نه دوستان، تو ماجرای ممنوعیت واکسن دقیقاً همین اتفاق افتاد. عجب داستانی داریم ما.